توصیف کردن یک دیگه پیش رویشان از لحاظ شرعی ناجایز است. به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر کسی شما را در پیش رویتون چی کرد توصیف کرد با خاک بریش بزنین. متوجه شدین؟ پیامبر میگه به خاطر چی میگه؟ یعنی مخالفتش بکنین، معنیش بکنین. چرا معنیش بکنین؟ به خاطری که نفس انسانی با توصیف غرور میگیرش. اما تراس یا نه؟ هر کدام ما شما اگر کسی به ما توصیف کنه چطور خوشم میاد؟ وقت خوشم میاد. سعی کنید چه قدم خوبی است ما خدا. هیچ وقت دوست نداشته باشین که مردم شما را توصیف کنه و اجازه هم ندین که مردم شما را چه بکنه توصیف کنه. و اگر کرد یک دعای مشهور لفظ امو دعا یادم رفته که صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله اگر گاهی کسی براش میگفت ما امیدوار هستم الله امو گمان خیر که تو در مورد ما داری، الله بر ما توفیق عملی کردن از امور نصیب بکنه، اما ممانعت باشه. فهمیدین؟ هیچ وقتی خوش نشین. به خاطر چی؟ به خاطری که این انسان به هلاکت میبره. و گاهی وقتا یک کار دیگه هم هست. شیطان آدم در حالات عجیب غریب میمونه. یک نفر مدح کردن را دوست داره، باز کسی که مدح میکنه به خاطر که گویا این ما ممانعت میکنیم، ضمنی و مدح میکنه، خب پیش خودش خوب خوشحال میشه. این هم وسوسه شیطان است. فهمیدین؟ نه والا تو نیست که شما میگین نه والا تو نیست، خب پیش خودش تو خوش میشه در قلبش. ساکن چرا خوب آدم خوبی. این خطرناکتر از حالت اولی است. یک نفر یک کار خیر را کرده، شاید همین کار خیر خود قبلا اخلاص داشته، اما آر یک کسی این مدح کرد. دقت کردین؟ این مدح در قلبش جا گرفت. امی عمل را دوام میده. این عمل را به خاطر از این دوام نمیده که الله ازش راضی شود، به خاطر از این دوام میده که این امی مدح را که دیگران مرا کردن، امی مدح دیگران را از دست نتون.